سلمان اتاجیکی می نویسد که پلیس حق دارد که تلفن رو تفتیش کند. سیرش نوشته میگیرد. نه، حق ندارد. پلیس حق ندارد. پلیس حقی هم ندارد که شما را در کوچه منع کند. حق همین کار را ندارد. قانون میگه که شهروند اگر حقوق کدام را پایمال کرد، یعنی شهروند اگر مثلا کسی پلیس کسی را شما را به کسی مانند کرد، اون وقت میتواند منع کند و از شما حجت پرسد. بعد هم طبق قانون نباید پاسپورت به دست پلیس داده شود. شما باید پاسپورت نشان دهید البته، و پیش از آن که شما پاسپورت نشان دهید استاتیای 5 زکان پلیسی همین میگه که باید قبل از همه پلیس باید که خودش چیکار کند؟ آشنا کند، یعنی شناس کند که من مایور فلان یا نمیدونم پالکونیک فلان یا سرژانت فلان، و بعد از شناسایی باید که سبب من کردن بگد که اسنوانی برای استانوفکا. اسنوانی برای چی؟ استانوفکا این задержание نیست و شما وقتونه میگیرد، شما را ограничение свободы میکند، یعنی شما را اجازتی رفتن نمیکند و این فقط چی است؟ استانوفکا است، یعنی شما را منع میکند. حق ندارد که تلفن شما را گیرد و پرویرکا کند. برای چی؟ برای که تلفن مال شخصی شماست. وقتی که مال شخصی شما را طلب میکند حتما باید پروتکل پس‌ناولینی کند، 2 تا شاهد بیارد. 2 تا شاهد بینن، در پیش شاهدا باید که اگر اسنوانی باشد، اگر دلیل برای تلفن شما را کافتن باشد، خب دادگاه حق دارد که کابد. اونم پس‌ناولینی و پروتکل، و از طریق شما میتونید این عمل غیر قانونی پلیس از طریق سود یا از طریق پروکراتور شکایت برید. من میدونم امروز پلیس ها در مترو مردم ها را میقپند، بعد نمر میزنن، نگاه میکنن، ایمیل و یا پرول همون تلفن را نگاه میکنن، ادرس های تلفن را. این غیر قانونی است عزیزان.